اوه 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 اینو خراب کرد. حالا من باید پارک کنم. این چجوری پارک کنم بچه‌ها؟ وای. دوستان روز آزمون یه هنرجو میاد پارک دوبله میزنه خراب میکنه و نفر بعدی شمایی. اکثرا این مشکل داری. اگر میخوای بدونی راز این که بتونی بری کنار اون ماشین وایسی رو بلد باشی، تا آخر این ویدیو با همراه باش. خب بچه ببینید، روز آزمون حواستون باشه که توی این حالت وقتی ماشین رو تحویل میگیرید دو تا نکته خیلی مهم حواستون باشه. یه دونه این که ماشین روشنه بچه‌ها، استارت نزنید. عقربه دور موتور میبینید روی یکه. خیلی اصلا همین که سوار میشن حالا ماشین اینجوری کج میبینن استرس میگیره، اینا رو میان اولین کاری که میکنن استارت میزنن. پس خونسردی خودت حفظ کن. ماشین اینطوری دیدی سوار شد، اصلا نگران نباش. اولین کاری که میکنی سوار شدی، طبق عادتت صندلی رو تنظیم کن، آینه‌هات رو تنظیم کن، خلاص و روشن هم که هست، درسته؟ یعنی خلاص شده از قبل، ماشین روشن هم هست. بعد دیگه سمت استارت نرو. این نکته خیلی مهمه. فقط به فکر درست کردن این که الان ماشین رو بری کنارش پارک کنی نباش. این دو تا کار، سه تا کاری که انجام دادی، کمربندت هم میبندی، ماشین تو وضعیت دنده یک قرار میدی. بچه‌ها یادتون باشه فرمون تو این حالت باید کامل باشه. خب بعد آینه بغلت نگاه کن، ماشین نیومد حرکت کن، برو جلو. تا کجا بری جلو، این خیلی مهمه. بچه‌ها نگاه کنید ته اون ماشین تقریبا چراغش تا وسط ماشین شما بیاد. تو این حالت دقیقاً همونجوری که دوبله میزنی دیگه، حالا برعکسش باید انجام بدی. تو این حالت همزمان با حرکت ماشین فرمونت هم باید کاملا برگردونی تا ماشینت کاملا صاف بشه، به اصطلاح موازی بشه. این حالت نگاه کنید بچه‌ها، هم جلو صافه، هم تو آینه هم نگاه کنید فاصله اونم درسته. فرمون که کامل به سمت راسته، وقتی ماشینتون صاف شد 1.5 دوره که دیگه بلدید دیگه از این سیستم باید برگردونی. این میشه 1 دور، درسته؟ یه نیم دور دیگه فرمون کاملا صاف میشه. تو آینه هم که گفتیم موازی هستی، یه مقدار میری جلوتر آینه‌ش رو رد میکنی. این میشه نحوه اومدن کنار ماشین. یعنی کسی که هنرجویی که پارک دوب زده خراب کرده، حالا شما میشینی این نکات اولیه رو انجام بده و به اصطلاح همین نکته کلیدی که الان بهتون اشاره کردم. موفق باشید.